خداوند عزوجل این روز رو برای همه ما مبارک و با برکت بگرداند و حکمت و منفعت و فلسفه امروز که عبارت از اخوت و دوستی و برادری و بخشش یکدیگر و یکدیگر را در آغوش گرفتن و دوست داشتن همچون نفس خود، خداوند چنین روزی مبارک برای همه بگرداند.